وأصحابه أجمعين. أما بعد، العلم واليقين والقبول والانقياد. النقطة مجرمة صورة شاطة مجرمة. أنا شيء الانقياد. انقياد الشيء انقاد ينقاد انقياد معنى انقياد معنى شيء متى يعني الاستسلام متى. تعريف الإسلام كم يقول الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. انقياد يعني شدان يعني تسليم شدان. انقیاد معناش چه گفتم؟ یعنی طاعت‌های همین طاعت‌های جواب آوردن، سرخم کردن. یعنی تمام طاعت‌هایی که می‌بیاید از الله تعالی امرها می‌بیاید چه کردن. یعنی انکنون فرق بین قبول و بین انقیاد چیه؟ قبول گفتم چی وای؟ با قلب کتی قبول می‌کند. همه چیزی که می‌بیاید همین قبول چی می‌کند؟ گفتم قبول می‌بیاد از رسول صلی الله علیه و سلم همه نمی‌نه چی؟ با قلبش کتی چی می‌کند؟ قبول می‌کند. با قلب چی میکنه؟ قبول میکنه. انقیاد چی؟ با اعضای بدنش کتی و چی؟ یعنی اثبات میکنه که یعنی بدیلش قبول کرده که چه فهمید؟ چخیل با ترتیب آمد است. از قبول بدیل کردمی اکن ما کجا می‌بینیم تو قبول کردگی یا نکردگی؟ طيب انقیاد چیکار کن با تجربات با عملت کتی ما بیان کنیم که تو در حقیقت چه چیزای قبول کرده ای؟ همین چیزایی چیکار کرده ای؟ همین چیزهای قبول کردن تا ما بچه بیان کنیم. ما بچه هم چیزهای بیان کنیم. فهمید؟ هم بیان آیات‌های چی بسیار اومدگی این با. هم مثل الله سبحانه و تعالی درباره من انقیاد که سبحانه و تعالی انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. سمعنا وأطعنا على من صفة مؤمنة. صفته كتحقيق لا إله إلا الله. انقياد شوفتم الانقياد لما دلت عليه يعني عمل کردن با همون چیزهایی که لا اله الا الله من چیز بچه دلالت کرده باشد. یعنی هر چیزی که لا اله الا الله از ما طلب کرده باشد همین بچه اجابت کردن. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم وعليكم السلام ليحكموا بينهم. صفة انما كان قول المؤمنين يعني صفة مؤمن ها همین خیلی که وقتی که الله به و رسول الله به دعوت کردن تو که وای ها بین اینها یگون حکم کردن وای ها چی میگن؟ یعنی سمعنا و اطعنا گوش کردیم و اطاعت کردیم. اگر باب چینده باشد طاعت نباشد امر باشد میگن که گوش کردیم و اطاعت کردیم. اگر خبر باشد چی؟ گوش کردیم و تصدیق کردیم. سمعنا و صدقنا. فهمید؟ علمی چیه؟ سوره احزاب ندارم چه؟ همین سوره انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. سوره احزاب ببینید. نعم همین آیات چی بود یعنی دلیل انقیاد. یعنی مؤمن ها مباشرتا یعنی فکر نمیکنن، نمیگویند که این موبه ضرر میشد این موبه زیان میشد نمیگویند. یعنی آیات که اومد مباشرتا چی میکنن؟ یعنی قبول میکنن. همین به الله سبحانه و تعالی میگه که الله سبحانه و تعالی میگه که ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. دیدین؟ یعنی چی بود؟ یعنی ومن يسلم وجهه الى الله یعنی وجه تمام چیز تسلیم کند. یعنی الله سبحانه و تعالی تمام وجهه لله نه الى الله وما يسلم الى الله سوره لقمان سوره لقمان الى الله مثلا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد دو چیز ومن يسلم وجهه الى الله وجه یعنی خودش الله به تسلیم کند. خودش تمام اشیا تسلیم کرد. یعنی تمام امر الله تعالی به چه عمل کردن به چه تسلیم شد. راضی تیار اختیار کردن شد. و هو محسن ای موحد و حق نفس وقتا چه
موحد و یادم علمین آدم فقط استمسک بالعروة الوثقى استمسک معناش چی؟ چنگ زد یعنی متمسک محکم قپید چرا؟ عروة الوثقى احسنت عروة الوثقى این لا اله الا الله فهمدید؟ لا اله الا الله به چی؟ چنگ زد یعنی فهمدید؟ علمین آدم برای همین چی میگوید یعنی این برامد که آدمی که این قیادش نباشد و موحد نباشد وای چی؟ از لا اله الا الله دور هم به دوام آیات به چی میگه سوره لقمان دوامش به بيت که الله سبحانه وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك و کسی که کافر شد یعنی معناش که اعوذ بالله اگر انقیاد نباشد و احسان نباشد چی خیر آینده فهمید یعنی برای همین چی میگیم یعنی عقیده اهل السنه و الجماعه چی میگیم العمل من الایمان عمل از ایمان کو اما خلینه عمل از ایمان نمیشد که فقط دل تازه گفته گشتن کردی نه میگوید که یعنی خیلی مسجد بمیری نمیری اهم شای دل صاف باشد خلاص میگوید که میشه هوای زن کتی تنها نمون بیاد دل پاک باشد هیچی ضرر نمیکنه عرق مینوشد بوشکش کتی نوشتد آی دور شو چی میگوید یعنی دل پاک باشد هیچی نه یعنی نمیشد وای چی فهمید این قرآن همین سوره لقمان رد کرد و من یسلم وجهه الی الله یا اخی تو خودت تسلیم نکردی الله تعالی به تو چی خیل مسلمان میشی چی خیل لا اله الا الله میگیری یعنی معنای لا اله الا الله چی بود یعنی تمام همین چیزهایی که لا اله الا الله امر میکند ما باید که همین چیزهایی چی قبول کنیم همین چیزهای ما چی قبول کنیم فهمیده و من یسلم وجهه الی الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فهمت این چی بود دلیل انقیاد بود و این چون قول الله سبحانه وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما يعني ما كان لمؤمن يعني بروي مؤمن مرد ومؤمنة زن ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يعني الله و رسولش یکون امری را قضا کنند و اینها به چی خیاره نمیمونند معنای خیاره منه چی معنای خیاره اختیار نمیمونند نمیگوید که یعنی این چیزی اختیاری این سنت این چیز نمیگوید این امر از کی اومد از رسول صلی الله علیه و سلم صحیح همین قول خلاص من عمل میکنم با این که من کار به قبول نمیکنند من چی فرق خلاص یعنی چی میگوید این انده دینی دونه میگوید که مالی و روحی دون دینی روح مگیری دینم بنرد از کار های میکنی از جید های میکنی المهم عملا به سنت به دست نرسد خلاص نمیشود خلاص اهلا و صحبت دادم الله خیر الرازق نمی خیلی نیست میپرتاد میرد یعنی فهمده؟ انمین مؤمنه چیزا شد چی بده صفتی بایهای چی میگوید الله سبحانه و تعالی ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يعني مؤمنه خیلی نه که وای گفتی الله و گفتی رسول میشنوی تو وای چی داره اختیار داره نه اختیار نداری گفت از الله تعالی گفت رسول صلی الله علیه و باید که تو وای چی عمل کنی و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا اگر کسی که الله و رسول به عصیان کرد وای چی میشه یعنی حقیقی گمراه شد حقیقی چی میشه یعنی گمراهی بین واضح شد وای آدم گمراهی چی شد بین و واضح شده آدم فهمید گمراهی بین و چی و واضح میشه برای آدم این چی بود یعنی این قیاد و من تو حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص 40 نامه زیاد کردی لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به یعنی تو که هواتون هوا یعنی خواهشاتون یعنی موافق چیزی که من آمدم موافق همین نمیشود وای آدم مؤمن نمیشود وای آدم مؤمنه منو حدیث فهمیدید یعنی تو خواهشات باید که موافق سنت رسول صلی الله علیه و سلم بیاید من این سنت نمیخواهم یعنی من فقط من نفسم به چیز نمیخورم من همین چیزا نمیخواهم من به چیز معقول نیست
من طبیعتاً به این موافق نمیبیاد. ما عرف و عادت ما به این چیز مناسب نه. ما قاعده بابای اجدادا به این چیز لایق نه. فهمیدید؟ همه این چیزا باید که چی شود؟ یعنی قول رسول صلی الله علیه و سلم تو باید که به چی زندگی کنی؟ به قول رسول صلی الله علیه و سلم، به سنت رسول صلی الله علیه و سلم زندگی کنی. اگر سنت رسول صلی الله علیه و سلم دیگه چیز به همین هوایت، هوست، شهوتت، ارادت، خواهشت اگر رد کنی تو چی میشی؟ یعنی معنیش که رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ تو مؤمن نه. هم خنه تو مؤمن نه. نعم این حدیث از جهت اسناد ضعیف. وقتی که نووی میگوید که اربعین میگوید فقط رویناه، میگوید به اسناد صحیح، میگوید ابن رجب میگوید که و تصحیح الحدیث بعید جدا، میگوید این حدیث تصحیحش یعنی بعید، یعنی برای که حدیث سندش یعنی که های نعیم بن حماد الخزاعی های، نعیم بن حماد الخزاعی، و این آدم یعنی حقیقتا چی ضعیف، ضعفوه. این آدم چی ضعیف. یکم علتش. دویم علت حدیث اختلاف، برای که یک روایت واجهنده نعیم بن حماد از ثقفی از که روایت میکند از هشام، با میبیاد ثقفی از که روایت میکند میگوید که حدثنا بعض مشیختنا هشام او غیره، نمیدونم میگوید هشام باشد که باشد نمیدونم میگوید. سه وجه میگوید که حدثنا میگوید مشیختنا، حدثنا مشیختنا عن قالوا حدثنا هشام. سه وجه. یک بار میگوید که ثقفی از هشام روایت کرد، یک بار میگوید که ثقفی از شیخ هویش، ثقفی یک بار میگوید که ما به این حدیث که روایت کرد هشام، یک بار دیگه میگوید که ثقفی میگوید که این حدیث ما به روایت کرد بعض مشایخ ما، نمیدونم هشام باشد یا دیگریش باشد. با یک بار دیگه میگوید که این حدیث ما به شیخ ما روایت کرد از هشام. فهمیدید؟ این اضطراب میگیم. اینا فهمیدید؟ اینا نمیشه چی میگیم؟ یعنی اضطراب میگیم. اضطراب فی ماذا؟ فی سند الحدیث میگیم. فی سند الحدیث میگیم. فهمیدید؟ یعنی سیم علت حدیث چیه؟ سندش عنده کی های؟ عقبه ابن اوس السدوسی های. عقبه ابن اوس السدوسی و هو ابن عبد البر و چی میگه؟ یعنی مجهول میگه. علی کل این حدیث از جهت اسناد چه شد حضرت؟ ضعیف شد. ابن اوس. نعم عقبه ابن اوس. حدیث ضعیف، لیکن معنایش به آیت شاهد میشه. سوره نساء الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دیدید؟ سوره نساء ده میبیاده؟ ایمی؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دیدید؟ فلا وربك الله تعالی قسم میخوره، قسم به پروردگارت ایمان نمیبینه. نفس معنای حدیثا ایمان نمیبیارن وایها مؤمن نیستن. وایها ایمان دورن، ایمان نیستن، مؤمن نیستن وایها. فلا لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا که تو را چیزی که بیناشون شجار بوده چه میگه؟ مخاصمت، بحث، مناظره، نقاش، سپور، تلاش، کشاکشی گوید چی باشد. اگر همین که شد، همین چیزه به چی حل میکنن؟ به تو بگشته به حل میکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، پس ثم تراخی، پس وایها در نفس خودشون حرج، یک ضیق، یک مشقت وزمینی نمیابن چیزی که تو حکم کردی، حکم تو بر و یسلم تسلیما، تمام به اعضای بدنشون که تسلیم میشن، آیت را تطبیق میگیره. همین چیز همین چیز اینی که این زید، این چیز از اینی که هست این زید دویم کیسهشان گرفته میکرد قربات میکرد. همه میبینیم که همه زید عمر میبیاد میگه که زید از الله نمیترسی، این از آن من که اینی که دسته کینده بود. عمر اومده چی گفت؟ دعوا کرد که آدانی من گفت. این چی میگه؟ من شجار میگه. چی میگه بدنش بود؟ جنگ میگه، جنجال میگه، تهمت چی بگه تنگرید. یعنی معنی شجار فهمده چی بوده؟ چیکار میکنه میننده؟ برمیگردیم رسول زید بمیتیم، عمر بمیتیم، چیکار میکنه بریم؟ چیکار میکنه بریم؟ چیکار میکنیم؟ فهمدید؟ نامی حاضر این دسته کینده گفتیم
دست زیدن. یعنی معروف این چیز از آنی که از آن زید. زید منت چی میگیم نمیشه یعنی و عمر چی کرد؟ دعوا کرد. عمر چی میشد؟ مدعی. احسنت. و زید کی میشد؟ مدعی علیه میشد. فهمید؟ مدعی علیه. بالا این با دعوا کرد. ها؟ طيب حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه چیزی که اصلش بخاری صحیح روایت کردگی و بیهقی روایت کردگی رسول صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ها؟ البینة علی المدعی ها والیمین علی المدعى علیه. فهمید؟ این حالتان میگیم که البینه مدعی کی بود؟ عمر میگیم چی بیار؟ بینه بیار. بینه چی؟ شاهد، دلیل، فکت چی میگه؟ یعنی برهان، حجت بیار که این چیز از اون تو بدنش بیار. این چی؟ دو شاهد بیار یا یکون حقوق شرعی یکون فاتوره یعنی چی میگیم بیان؟ چک بیار که این چیزا می تو اعظمی خریدگی نامیروش شده میبینیم نامیرش چی چیه میبینیم این چیزا. ما خیلی چیز ندارم میگم. ها؟ ندارم. کنی شاهد دو کس مثلا شاهد داده میتونن دیگه. اگه کاغذ مگزین بده چی حتی بچه خیلی دعوا کرده. خیلی من خلاص. بار نمیکنه بار نمیکنه نکنه. بار نمیکنه چه کنه چی تو شکایت دادن که ناراضگی به من نگیریم. تو دعوت چی بیار؟ دعوت اثبات کن. فهمیدی؟ خلاص. چه شد؟ عاجز شد نتونست. اگه که به میگرده مدعی علیه. زید بود مدعی علیه مونده. بگه مدعی علیه قسم خورد. فهمیدید؟ این چی میگه؟ قسم میخوره. والیمین علی مدعی علیه. میگه که والله که من اذان امر نیو اذان ما میگه. خلاص میگه. ها؟ امر این چیزا ایادت بده. این چیز از یعنی زید خلاص. دیگه این چیزا یادت بده بیار. فهمیدید؟ امر جزو نمیکرد. نه. فهمیدید؟ ها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حدیث رسول صلی الله علیه و سلم چیکار کردن بینشون؟ حاکم کردن. حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرد. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. انا کنون این امر چی میشد یعنی یک شرم دارد ایدو میکشد یک سخت میافته دلش به خیر همیشه یا نمیشه باید که همین نشود باید که خلاص همین اگر امر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد من 100% همین چیز بر راضیم من بالعکس هم بخورسندم که الحمدلله حکم الله سبحانه و تعالی حکم رسول الله جاری شد من بر راضیم خلاص گرچه این من باشد که من خلاص عظیمی روز بعد یادم برآورم الحمدلله من جایی چی برای چی ایدو میکشم بلکه چی من خورسندم فهمیدید اینه که خلاص میشه از این دوبار دیگه از زای چه روشه گارم ها دیگه چه میبره هنگام وای جوال من اگه یه برادر چه خیلی با این گپ میگوی قاضی شد حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شد با چی به تو ناراضی فهمیده باید که راضی شوی و یسلم تسلیما با تمام اعضای بدنش که چی تسلیم میشه فهمیده تمناش معنای آیت موافق اومد حدیث بیانی 100% موافق ها هم شیخ عبدالرحمن السعدی من آیت النساء چی میگه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم این چیه؟ این میگوید اسلام علمین اسلام است ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت این ایمان و یسلموا تسلیما این چی است؟ احسان است فهمیدید؟ یعنی این چی بود؟ معنای انقیاد سبحان الله یعنی هر چیزی که از الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه آدم چه به عمل میکنه یعنی كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر ذاك وصلا يعني این چنین السنه و یعنی اهل السنه بچی اثبات میکنن به هم یعنی وقتی که کلام مشایخ ما حتی باب رجال به میاد که رجال به ذکر میکنن که مشایخ ما فلان درس گرفت فلان درس نگرفت فلان چی نگرفت هم به میدارد یعنی برای که وقتی که وایو به دلیل میبیارن هم خیلی یعنی وقتی که به دلیل میبیارن میگوید که خلاص مشایخ مثلا گفته دادن بیان کردن که با میبینید که با اومده چی نزد زمیننده شده همین کسی معامله میکند رو بیا میکند هم وای خیشم میگوید وای تقوم وای امکم وای پوچم وای یزدم کذا و کذا کذا نه اخی خلاص بس کنیم معامله وای فهمیدید یعنی چیلی که ما انقیادند عملند تیار هستی باید که برای الله سبحانه و تعالی عمل کنیم و این چنین برای الله تعالی ترک کردن من تیار باشیم یعنی فهمیدید
الله سبحانه وتعالى چی میگه؟ یعنی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أولي قربة ولو كانوا أولي قربة ولو كانوا أولي قربى نه ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم نعم ولو كانوا آباؤهم نعم ولو كان آباؤهم وإخوانهم وعشيرتهم يعني نیست این خیلی چیز یعنی این خیلی اینجا دوجه چی نمی‌گم چمری چی خداره که نزدیک باشه دور باشه تو باید که وای چیکار کنی یعنی ترک کنی وای چی باید که چیکار کنی یعنی تو باید که وای ترک کنی یعنی خلاص به دلیل که بیان کرده دادن چی خیلی مثلا وای یعنی از سنت دور بدنیشه سنت دفاع نکردنیشه یعنی با اهل سنت نبودنیش بلکه اهل سنت به دشمنی اعلان کردنیش تو به کفایگی میکنه خلاص دیگه نگو که این خلاص خیر نکنه چیکار کنم مثلا چیکار کنم گفته یعنی سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجهاش محبوب ترین آدم ها زوجهاش یک بار هجرت کرد برای الله سبحانه و تعالی وقتی که دنیای طلب کرده و کعب ابن مالک بهترین یکی از صحابه های 50 روز هجرت کرد ترک کرد و عبدالله ابن عمر فرزندش که گفت که مادامی که تو همین سنت رسول صلی الله علیه و سلم رد کردی من از تو چی با تو گپ نمیدارم و عبدالله ابن مغفل بچه دادرش با و عباده ابن صامت بهترین دوستش با حجر میکنه ابن باطن میگه که همین نیگر یک سنت و یک کاری خطا کردنش با حجر کرد و تو چی میبیایی مثلا جای ماهای سالها یک جای میگردی مینشینی میخوری امروز میشینی یک جا زندگی میکنی سن میگویی که خیلی نکن چیکار کنم اینا خیش اینو نزدیک نچی میگه یک خودت قیاس کن چی میگه تو کدوم وادینده وای ها کدوم وادینده کن مر رجال میگه مرد شامل